мегӯянд ки муаллим омӯзгор дар ҳама давру замон шахси ба обрӯю соҳибэҳтироми ҷомеа буду ҳаст, бахусус агар ӯ дар баробари дорои дониши баланд соҳиби фазилатҳои неки инсонӣ бошад. муаллим Холиқберди Раҳмонов аз зумраи чунин нафарон аст. ӯ 18 декабри соли 1961 дар деҳаи деҳнави болои ноҳияи Китоби вилояти Қашқадарё таваллуд шудааст. баъди хатми мактаби рақами 28 ноҳия соли 1981 ба донишгоҳи омӯзгории шаҳри Самарқанд ба факултети физика дохил шуда, онро соли 1985 бо муваффақият хатм намудааст. фаъолияти омӯзгориашро дар ҳамон мактаби рақами 28 ки худ сабақ омӯхта буд, оғоз намудааст. Холиқберди Раҳмонов пас аз 1 сол ба зодгоҳаш деҳнави боло баргашт, ки дар он солҳо дар ин деҳа филиали мактаби рақами 28 фаъолият дошту онҷо танҳо 2 нафар омӯзгор, Нуриддин Норов ва Мирзо Маҳдӣ Мухторов, ки устодони мавсуф буданд, кор мекарданд. баъдан бо роҳбарии устоз Раҳмонов филиал ба мактаби алоҳида табдил дода шуд. деҳаи деҳнави боло яке аз дурдасттарин деҳаҳо дар ноҳияи Китоби вилояти Қашқадарё ба шумор меравад, ки аз маркази ноҳия 72 километр аз маркази вилоят бошад, наздик ба 260 километр дар дӯлӣ ҷойгир шудааст. дар солҳои 50 дар инҷо зиёда аз 360 хоҷагӣ зиндагӣ мекард. برای از خودکنی زمین‌های صحرا خواجگی اینجا را کوچانیده و مرکز یعنی به رایان و ناحیه فراوردند. از همین سبب در اینجا 4 خواجگی باقی مانده و خلاص. معلم رحمانوف در یکی از 4 خواجگی هایی که در اینجا باقی ماند، در یکی از عائله هایی که در همینجا باقی ماند و وطن گفت و نکوچید، در آن همان عائله، در عائله محمدی به دنیا آمدند. محمدی رحمانوف بابای دهقان و انسان نکوکار این فرزند خود را به قطار دیگر فرزندهایش تربیت نموده خواست تحصیل عالی کند. محض با مصلحت، تعلیم و تربیه استاد خالقبردی رحمانوف شاگردان زیادش در زندگی راهی خود را یافته، قریب 70 نفرشان صاحب معلومات عالی گردیدند که موصوف برحق با آنها می‌فخرد. و باز نزدیک 40 نفر شاگردان جوان استاد امروزها در دانشگاه و دانشکده‌های جمهوری ازبکستان و بیرون از آن تحصیل نموده ایستادند. 32 سال زیادتر ما با استاد رحمانوف یک جا کار کرده ایستادیم. استاد رحمانوف بسیار استاد معتبر برای خلق، برای فرزندان خلق، برای همین مکتب بسیار جان فدا کرده. همه خیرم در همینجا ما چند سال که کار کرده استادیم. مکتب‌های نو من بنیاد شدگی، همین مکتب‌های همین بناهایی که نوی کشیدگی با تشبث استاد رحمان شدگی همین آمنش. حاضر در سنی 60 در آمده، در نفقه بر آمده استادیم. من همین کسب با همین روزی نفقه برایشان از ته دلم تبریک میکنم. همین چند سالی که خدمت کرده باشم، باز همین قطر سال دیگر عمر بدن. مگنی، دوربین و چندین اسباب‌هایی که در این لابراتوری خردگی مکتب رقمی 60 ناحیه کتاب ولایت قشقدریا 10 سال مقدم از این آورده شد با تشبث و دستگیری‌های معلم رحمانوف بود. استاد خواستن انا همین چیزها را آورده فن خود را، یعنی فن متخصصی خودشان را به خوانندگان به طرز عملی نشان دهند. چند نفر از شاگردان معلم رحمانوف مخصوص راهی استاد را انتخاب نموده در دانشگاه دولتی سمرقند در همان فاکولته فیزیکا که خود معلم رحمانوف تحصیل کرده بودند داخل شده در شعبه ماجستراتورا تحصیل نموده امروز در بر استاد خود کار و فعالیت برده ایستادند. در صنف ششم می‌خواندیم که در صنفمون معلم رحمانوف درس داشته بودم. در همونجا یک تا فرمولا رو یافتن انچه مشکل بود. معلم به ما وظیفه دادن که تا درس آینده یک فرمولا ساختن در کار بود. در همون موبایل از موبایل درست گذشتم درس مونده بودم. همون عین فرمولا رو نامعلومش رو یافته و معلم دادگی. معلم در همونجا در من رغبت کرده درس گذشتگیشان
تا امروز تا به درجه‌ای که در سمرقند 6 سال خواندیم و درجه ماجستر رسیدیم، عیناً معلم رحمانوف را نشان داده که راهشون گویی می شود. استاد خالقبردی رحمانوف به سن مبارک 60 سالگی رسید. بخشیده به تجلیل این سنه در مکتب رقم 60 ناحیه کتاب ولایت قشقدریا تدبیر ایدانه برگزار گردید. اولین استادی همین ما و شما و همین دیگرش که کردیم ها استاد خالقبردی رحمانوف به سن مبارک 60 سالگی رسید. من از نام خودم و از نام اهل کلکتیوی مکتب ما به این شخص عمری بردوام، زندگی سربلندانه آرزو مندم. استاد رحمانوف اولین شخصی بودند که در دهه ما معلومات عالی گرفته آمدند. من امروز ما زیاده از 25 نفر شاگردانی که دارای معلومات عالی هستیم، هم ما استاد شاگرد رحمانوف خود را حساب میکنیم. این کس نه تنها در ساحه فن فیزیکا بلکه برای ما هم معلم صنف‌های ابتدایی، هم معلم زبان ادبیات، هم معلم تاریخ، چون که در آن زمانها متخصصان که نبودن، استاد با کوشش و غیرت همه فنها را برای ما آموختن. استاد بسیار شخصی غمخواری ملت، وطن دوست، خلق دوست می باشند. بگذار تا دنیا هست ساق سلامت باشند و نامی نیکشان در بین ما شاگردان و خلق ما جاویدان باشد. در چاره‌بینی خوانندگان مکتب آموزگار خود را تبریک و تهنیت گفتند. خدمت‌های شایان استاد را در جاده تعلیم به خاطر آوردند و تشکرها اظهار نمودند. استاد عزیزم، استاد استادان، روز مولودتان مبارک باد. که دهه ما از استاد رحمانوف خالقبردی بهره‌ور گشته در طول 60 سال عمر خود زیاده از 60 شاگرد شما تحصیل عالی کرده است و ما شاگردان خرد شما تحصیل عالی کرده در وطن، در خلق چون شما خدمت خواهیم کرد. از نام همه خوانندگان صنف‌های ابتدایی استاد عزیز را با این روز مبارک صمیمانه و صادقانه تبریک و مبارکباد نموده برایشان 120 سال دیگر عمری با برکات را خواهانم. خردمند و نکوکار، رهنمایی به هر کار، همنشینی مردانی، مردی فضل و احسانی، طبیبی جان بخشی، استاد روح بخشی. باید تاکید نمود که شاگردان استاد خدمت‌های او را قدرشناسی می‌کنند و مدام حرمت و احترام و عزت و اکرام می‌نمایندش. می‌توان در سایه آموختن، گنج عشقی جاویدان انداختن. اول از استاد یاد آموختیم، پس سویدای سواد آموختیم. از پدر گر قالبی تن یافتیم، از معلم جان روشن یافتیم. ای معلم چون کنم توصیف تو، چون خدا مشکل توان تعریف تو. ای تو کشتی نجاتی روح ما، ای به طوفانی جهالت نوح ما. یک پدر بخشنده آب و گل است، یک پدر روشنگری جان و دل است. لک اگر پرسی کدامین برترین، آن که دین آموزد و علم یقین. معلم خالقبردی رحمانوف که خود در برابر دانشمندی و خیرتمندیش یک انسان نیک، صمیمی، صاحب اراده و خودشناس است، در برابر آموزگاری 40 سال در لوازم راهبری مکتب کار و فعالیت پرثمر برده، امروز با سری بلند و احترام خاص به نفقه برآمد. ما نیز استاد را با جشن 60 سالگی تبریک و تهنیت گفته برایش برکات عمر می خواهیم و نیت میکنیم که صفی چنین فرزندان فرزانه و فدایی ملت زیاد گردد.